زندگی را داده معنا اللهایت مادرم. السلام علیکم بیننده های عزیزیم برنامه شهنانی ما. من امروز ما همراهی شمایان در این روز خورسندی برای تبریک کردن صدف خانه آمدیم. در خانواده امیر بابا مهمان میشویم. امروز تبریکات را از نام جیان های عزیزشان نفرانی که در مسافرت هستند، از نام ساجده خاله، از نام فرزانایتی، از نام نیلوفر خاله امروز تبریک کرده آن لحظه های خورسندی را به همراهی شما به هم میبینیم. کنی رفتیم. السلام علیکم مادران، بانوان، زنبانوان عزیز، مادران مهربان. من امروز در این روز خورسندی بهارانه در این خاندان پرفیض و پرنور در خانواده امیر بابا بسیار هم یک روز خورسندی زادروز صدف خانه را جشن گرفته ایستاده بودیم. نزدیک رسید. السلام علیکم خانجان عزیز، زادروزتان مبارک باشد. امروز مولود خجسته را صمیمانه تبریک میگوییم. بگذار مانند امروز فقط خوش و خرسند شدن. الان خیلی در عهده دوستان و نزدیکان، در عهده خیلی مادران عزیز سر و بر شده. زیبید در خیلی دوران شده کرده. زادروزتان مبارک. هیچ وقت در دوران کم را نبینید. همیشه مانند گل‌های بهاری شکوفان شده. پیش از همه میگویند برای انسانیت صحت سلامتی است. برای شما صحت سلامتی می‌خواهیم. همراهی فرزندان، آیلا و نزدیکان خوشبخت شده، سر فرزندان و سر و بر شده گشتن نصیب کنند. زادروزتان مبارک. ما شما تبریک می‌کنیم از نام تمام جیان‌های عزیزتان و نفرانی که در مسافرت هستند. از نام ساجده خاله، از نام فرزانایتی، از نام نیلوفر خاله می‌خواهیم شما تبریک کنیم. تا آمدن حاضر هر تو پیش مکتب 18 هم صحبت شد آمدیم همراهی ساجده خاله. گفتم که بچه مادرم از شکرشان داری مادرم بماند. خانه جان عزیز من تبریک کنید که برای من از همه نزدیکترین دعاگوی من، خبرگیرکی من، هر بار تلفن کرده همراهی من حال احوال میپرسد، سلامتی من میپرسد و فقط میگوید خودت احتیاط کن، برای فرزندان و برهان تو در کار هستی. هر کجای دنیا باشی برای تو دعاهای ما مستجاب است. میگوید از آمی همانها شما تبریک میکنیم. بسیار هم شما لحظ میدیدید، دوست میداشتید. گفتم که از من چقدر از فرهای نبضتان هست برای خارجانم رسانید. زیرا که امروز مادرم نیستند. اگر مادرم میبودن از این هم زیاد میکردیم. لیکن دو خاله، سه خاله، اما و نزدیکان هم با جای مادرم هستند. برای من سر و برمست هرچی ما هستند. نظر بینیم شما دوست میدانیم. همیشه اول سایبانی ما فرزندان شده کردند. هیچ وقت در دو غم نبینند. مادران یک دین شعر خواندیم، هر بار در روزهای خورسندی میگیم آه دلی فرزند با مادرش میگوید که 15 ساله رومانی مادر عوض نمیشود. چرا که مادر فریب کرده علامه میگوید که من همین رومان نقص میبینم دوست میدارم، لیکن خدا سر و لباست تازه کنم پوش. مادر که 20 سال یک لباس را میپوشد برای فرزندش میگوید که نه فرزند عزیز، تو امروز این کار را کرد، تو زحمت کشید، تو مهنت کردی، برای من نه، برای خودت کن. این بزرگی مادران است. این هستی مادر است. مادر را چقدر بحث کنیم می‌ارزد. هر یک مادران الان خیلی فداکار هستند برای فرزندان. جوانی خود را برای فرزندان فدا کردن این شخصیت مادر است. هستی خود را برای تولد کردن ما برای فرزندها جانشان را فدا می‌کردن این مادران هستند. مادران عزیز شما را دوست می‌داریم. همیشه تاج سر ما فرزندان شوید. مادر دعاش به یگان ماندگی مستجاب می‌شود و درگاه خداوند قبول می‌شود. هستی مادر این است. در حقیقت شما تاج سر ما هستید. مادر مهربان، زادروزتان مبارک. برای شما چقدر سخن‌ها گوییم کم است. لایق بزرگ مادر نامه گفته یک اشعار زیبایش هست. هر بار می‌خوانیم برای مادران صد جان و دل فدای یک مدعای مادر. فتح و کشایش آرد دستی دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان، انگیزه است شاید مسئله‌های مادر. گر شعرک سرودم از بود و از نبودم، در طینتش سرشته سوز و نوای مادر. آغاز آفرینش در رحم اوست این رو صد داستان براید.
از یک هجانی مادر. یگان شاعر یگان فاضل نیست که در وصف مادر شعر ننوشته باشد، چرا که مادر هستی فرزند، آفریدگار همه فرزندان است. بسیار هم دوست می‌دارم مادران را، همیشه دعاگوی ما فرزندان باشه، همیشه باشه. زاد روزتان مبارک. نکرسه که با مزنه برایشان مبارک باشد. امروز برای شما اینقدر فرزندان نمیره ها، همین تفلکانی نازنین برای شما گل‌های زیبا، تحفه‌های ارزنده را تیار کردند. پیش از آنکه نیت کردن بگذار حاجی آقا شدن نصیب کنند و زیارت کعبة الله رفتند. الهمان خانه خدا را طواف کرده آمده، الان خیر روزهای خرسندی و باز آمده شما تبریک کردن نصیب کنند. گفته برای شما دنیا با بودگی از همه کتابی قیمت بهاترین که با نام کتابی قرآن است. اگر بارک نکرسه که وقت واسه مگر میسپاریم و همه از زندگیش هم مغزش شیرین بگیم. این تفلکان رو بینید، این فرشته ها رو بینید، من در دستشان گل‌های زیبا دارند، هم باشان آن جانشان با گل میسپارید و نکتت تبریک می‌کنید. بتوان کنید و خبر بیا همینجا بیستید تا آنش تبریک می‌کنید یا آنشان بیستید همینجا بیستید مرحمت تا آن جانشان تبریک می‌کنید. خوش آمدید به درگاه بابا جانم و آقا جانم. اجازه دید من از این فرصت پرقیمت استفاده بردم به آقا جانم اول و عمر دراز رزق فراز می‌طلبم. الها بر سر ما و بر رعایتان و فرزندانتان صحت سلامت گردید. رحمت از شونه کنیم آقا جانم مبارک باشد. بسیار خوب اگر شرکت تبریک کنیم مهمانان خوش آمدید کرده برنامه. السلام علیکم مهمانان محترم، خداوند عزیز، همسایه‌ها، همه خوش آمدید به درگاه خواهرک عزیزم. خواهرکم را از این روز اهمی روز به روز سالروزش از صمیم قلب از نام نیلوفر، از نام سرجیده، از نام اهل اویله فرزانه تبریک و مبارکات می‌نمایم. به خواهر عزیزم عمر دراز، صحت سلامتی آرزومندم. می‌خواهم با امیرپور جان که خوش‌پیل شوم، حضور نیوره ایوره چهره‌های بینم. زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که هست مادر بالای سرم. ای خدایا مهربان نگه دار مادرم، من ببینم در داغم لیک نبینم مادرم. این شعر من انمی دلشاده خوزم. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. درخت دوستی بنشان که کامی دل به بابا، نهال دشمنی برکن که رنج پیش. ای خواهرکم بلوی 100 ساله شد، بعد از آن پیر شد، پاچه‌کم که خوش‌پیر شد، پیری به دولت شد. رحمت شما مبارک باشد. کنی امیر بابا یارا شما نزدیکتر شد و قوت ولیش نیست. همین نهم صنفی‌هاشون اینو یک رحمت امیر بابا بازی تعریف کردن که یک مهرشان دیگر از همین نهم صنفی‌هاشون محبتشون بالا، هم خیلی شعرهای زیر میدونن، هم خیلی تعریفی نظم میکنن که امروز صادرست که یک شرکت تبریک میکنیم. بعد برای شما ما در اینجا تارت آماده کردیم، تارت تیار کردیم. نیت کنه یک جای دیاتون میبرید که 120 ساله شوه گفتن الهی. در 120 سالگیتون همین رستوران آهالی و کلان کده یک توی میکنیم و ما همجا خدمت خدا خواهد کرد. مرحبا. اولان هم یک کدوم روزی من خوش آمدید به خانه ما. اگه من چند سال کنم میدونم خدا خودش میدونه میدونه کاروش سال اگر همین من نیو کنم نه تکرسی آدم کرد هم یک کدوم من فوزه خوشتر دیگه تو میشینید شاد باشید برای چند کدوم نیوره شاد باشید خیلی خوبیم صورت تبریک نمیکنم. من انوش رو میکنم.
ها امروز دادرزشون اینایی چند این صد تا داره بستگی همه وقت شد باشه همه بودیم صد تا داره همین هم صد تا داره رحمت حاضر امیر بابا میبینن که اگر تیرم بسر بارد تو را من دوست میدارم اگر چرخم بیازارد تو را من دوست میدارم قسم بر پاش و ابرویت قسم بر شعله رویت قسم بر چشم خمارت تو را من دوست میدارم دوستداری محمد همون جوانی برد میاد اما زیاد می اوایم زیاد شد الهیم زیاد شدن مرحمت اکتا شیرینی بیارید که منم 26 ساله کردیم مولا جانا شدن بگذار علم کنید 126 سالگی شدن آمدن جشن گیفتن نصیب کنن Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. یک جایی یک کدام تا شما شب میکنیم بعد میکنیم شب مبارک باشید Happy birthday to you. زاده رسول مبارک Happy birthday, happy باید birthday. کرد جدا کردن مبارک باشید مبارک باشید زاده رسول مبارک مرحمت دخترشان نیت‌های نفس و نیکشان برای مادری مهربان میرسانند مرحمت السلام علیکم هم یکاتون خوش آمده به درگاه دادا جانم بی جانم من از این فرصت پرقیمت استفاده برده و مادر عزیزم عمری دراز صحت سلامتی تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم با پدری مهربانم و سر ما فرزندان نبیرگان ساخت سلامت گردم تا دنیا باشد اینها باشند اینها ستون ما هستند ما فرزندان و با برادرم از پشتی پدر و مادرم میفخریم مادرم دادی جوانی را به من بخت طال شادمانی را به من خود گرفتی قبضه ایمو ای سفر با همین نیت که دنیا با امید مادر جان عزیز با پدرم خوشپیر شده بر سر ما فرزندان و بیرگان همان وقت ساخت سلامت گرده اینایی هم نخدم روز براتون رحمت سلامت باشند مبارک باشند حاضر امیر بابا نبیرها تیار هستند یک تمجه استید تیار هستند که شما تبریک کنم بیا یارشان بیا بیا پرویز عرض بیا باشم السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی خوش آمدید به درگاه مایان من از این فرصت پرقیمت استفاده برده آنا جانم را با این روزی زادروزشان تبریک میکنم و اینها عمری دراز رزق فراز آرزومندم پسر رو قدر مادر ناکی دائم کشد رنجی پسر بیچاره مادر بیرو پیش از پدر خواهش کی خواهد تو را جان از پدر بیچاره مادر ز جان محبوبتر دارش کی دارد ز جان محبوبتر بیچاره مادر نگهداری کند 9 ماه و 9 روز تو را جان از پدر بیچاره مادر رحمت حاضر امیر بابا پرویز جزنم نه نگوید دوست است تا آمدم دوست است که شرم دارم یک تمنا گفتم اون که دویشانم نفقه بر پنسیونه بابامم اونم پنسیونشون جمع کردن گیرن همین یک کنیم 2 سال هم مکتب تمام میکنم و یک تا کلینا بیارم یک تا کلینا شون دبیر کلین خدمت کنم گفتم یک تا کسک بزنیم می تویش برساننده خدا خواهد پرویز جان کریار هم تو مکتب تمام کرد می البته کلین میبیاره دبیر کلین خدا خواهد چایی دم کده اگه در حقیقت سر کنیمش نگاه با خدمت میکنه آماده ما با فقط شما تبریک میکنیم مرحبا زندگی را دوست دارم از برای مادرم از برای آن که مادر از بالای سرم ای خدای مهربان تو نگهدار مادرم من ببینم در تو غم نبیند مادرم زن اگر آتش نمیشد خواب میمردیم
ببخشید عمری بر دوام به تخلص به نسب به نام تبریک میکنم خلاص خدا تو تبریک کن مادرم جان و دیلم به تو جهان را جا کنم همه مهرم با توی من دیگران را جا کنم السلام علیکم مهمانان گرامی خوش آمدید به درگاه خالم و درگاه پچام الهیم خالی حکم صد بدرویم پچامگاه خوشافیر شوم حضور نوری خوش نبینم من انوی بیجان و تبریک هستم شما خدا صد ساله شوه الهی رنج دنیا برکشیدم ارزشی مادر نشد سیم و زر را برکشیدم قیمت طلا نشد آنچه خوردم به هر لذیذ در تمام عمر خود لذت شیر سفیدش ارزشی طلا نشد صد هزاران صوت ساز جمع کردم آنقدر لذت شیر سفیدش صد هزاران صوت ساز جمع کردم آنقدر لک نوای فارم چون الله مادر نشد الهی صد ساله شوه خاله جان یک تا انوی آمیر کجا من تشریف یه پاکه آدمایی عاشقم عاشق برویم در نمیدونی بیدم سوختم در آرزویم در نمیدونی بیدم فهمیده؟ رحمت مبارک باشد حاضر صدف خاله در اینجا مونیسکه تیار هستند که مادرم من تبریک میکنم مادرم تاج سرم هستند علم خاندان من آفتاب و درخشانی ما علم خاندان ما روشنایی و فیض و برکه خاندانی ما هستند گفته تیار هستند که تبریک کنند مرحمت پیش شما نزدیکتر ایستادن السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمدید به درگاه امیرگاه صدفانه من همه صدفانه چی کرد دیسته من خیلی گردم این سال اینت باز زیادتر کنه بیایی سر دارده من در که همه پیشکی داریم رحمت نفسش کنید باشد مبارک باشد مبارک باشد فهمیدی؟ یه بحثه او چشمی خیرمی نوری کردستان مادرم شوله از آتش پرستان مادرم من دیموی های سفید در سفیدی ایدین است با همه پجمردگی سامان بستان مادرم اینه من انوی پولیس جر السلام علیکم مهمانان عزیز اولا خوش آمده در این خاندان در خاندان اکرم و ینگملان خوش آمده نوری دیده تاج سر اولا من ینگملای مهربانم را با روز تولدشان تبریک می‌نمایم و ینگملان صحت و سلامتی می‌خواهم عمری دراز همیشه صحت و سلامت باشم در سر فرزندان با همراه اکرجان مهربانم خوش شفیع شده حضور فرزندان و نبیره ابیره ها بینم همه خوش آمده رحمت معلمه عزیز تشکر میگویم در سیمای معلمه عزیز گرچنده که به ما تحصیل نداده باشد هم خاکساری مجسم شده است بسیار دوست می‌داریم حرمتشان بلند است معلمه هیچ وقت مانده نباشه هیچ وقت خستگی رو نبینید رحمت شما صحتمند باشد از مهمان‌ها سخن‌های نغز را میشنویم که تبریک می‌کنیم دست برداری کنید یک تا سخن‌های نغز را میشنویم مرحبا از آن خداها شما دکتر دیده تو چیزا من خدایم صدفای رو با سن 63 سالگی تبریک و مبارکباد گفته الهی صد بدرویم امیرکم که کنشپیر شوم حضور نیوره های بینم مونیسم زنش که کنشپیر شده بچه کش کلون که توی کنه عمری دراز بینن همون السلام علیکم
خوش آمده به درگاه دادای من. یک اولام که یکم 100 ساله شوم حضوری بچه نبیراش نبینم همین خونا با توی تماشا کنم. الهی احمد زلفی احمد امروز روزی زاد روزی دوم سرطان تیا روزی زاد روز تبریک گفته به تو اولا بر صحت سلامتی عمر دراز رزق فراز الهی در آینده همه بخش و سلامت گردی با امیرکم پیری به دولت شوی توی نگیره ها کنی خوش آمده کنم رحمت حاضر همه لحظه آخری که فهمیده من همه از زبانی خودمون گم زدیم تمام خلا هستن در اینجا شروع کرده دوشان بگیش که بیا شروع کرده شعر است که تو میخونم این شبهی بودنی سوزانه به رکلام بسن خرچی کنم آره اقلی من سر بدرویم حضوری نیوره کش نبینم همه وقت سری مهم و صبح سلامت گردم تعریف آخری شنیدم البته حاضر هر یک گفته ها با اثباتش شما هم دور نرفته همه ما شروع کردن میرقصیم این خاندانی پرفیض و میزیبا رقصیدن و خرسندی کردن مرحمت سرودهای شوق برای شمایان امروز بعض را دوام بدید مرحمت شب من تاریکه با من باشی عشقم تو یادم تیکه به یاد تو هر شب آسو می‌نویسم جای تو قلبم پایین عزیزم جگر من سر من شب و بیا بسوی من جگر من دلبر من مهتاب مشکل شبای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من مهتاب مشکل شبای من جای تو قلبم پایین عزیزم جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دیوار من مهتاب مشکل شبهای من
şabahma Ay vay 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 Ay vay Mesut taşıyor Ay vay 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 Ay vay Mesut taşıyor
نظر تو یک نظر تو دل جان دل جان دل جان یک نظر تو یک نظر تو ای تو ندارم زندگی ای تو ندارم زندگی
درختی دوستی بینشان که کامی دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنجی به شمار آرد. دوستان عزیزی من، بیننده های عزیز، هر نفری که ما را میبیند تشکر میگویم برای شمایان در هر کجای دنیا که هستید، خواه در وطنمان ازبکستان عزیز، خواه بیرون از آن، علل خصوص در اسرائیل، در امریکا، در روسیه، در گرمانیا، در کدام جانب دنیا هستید، خود را نگهبان باشد و همیشه دعاگوی ما باشد که این خیلی بزم‌های زیبا، این خیلی روزهای خرسندی همیشه باشد و آمده شمایان را هر بار آمده در روز خرسندی تبریک گوییم. برای شمایان خاطر رسان میکنیم که ما جماعه شهنان همیشه مانند امروز پر از پوزیتیو، پر از خرسندی، پر از شعرهای نو به نو، پر از آه دلی شما را برای صاحبان خاندان میرسانیم. همیشه با ما باشد، با شبکه شهنان صحتمند و سلامت باشد. خود را احتیاط کنید. امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم، قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمانی جانی تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم. پریشان افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایان،
جسم جانم پروا نکردی از جبر دنیا دعوا نکردی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم با سرنوازی پروردی ما را بحر جهان آرازی ما را بی تو جهانم معنا ندارد عمر جوانم موا ندارد شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم شیرین زبانم مادرم ای مهربانم مادرم جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک دل شادم از غم همه آزادم مایان همه دل شادم از غم همه آزادم تبریک شما گویم از بزم و طرف شادم تبریک شما گویم